درود به همگی، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امیدوارم حالتون عالی باشه. بریم که سری ویدیو امروز رو با هم دیگه شروع کنیم. برو بریم. منم بعد از 8 سال زندگی به خاطر سینه‌های کوچیکم ازم جدا شد. بعد از ازدواج دومم می‌خواستم سینه‌هامو پرتست کنم که متأسفانه همسرم توی حادثه پلاستو مرد. حالا الان برای ازدواج سومم نامزدم همش از فرم سینه‌هامو کوچیک بودنش بهونه میگه. 8 سال طول کشید که بفهمه کوچیکه. یعنی توی 8 سال شما ممکو نشون همسر اول نداده بودی؟ بعد برای همسر سوم تو دوران نامزدی دادی بالا، اونم فهمید ریزه ها. خون سومی کثافت از اولی رنگین تر بود که به اون 8 سال نشون ندی، بعد برای درجه به همسر اول بریزه رو سر خودت و همسر سومت نادرسه. ممه کوچیک چقدر تبعیض آخه. چیکار کنی دوست پسرت برد آیفون 17 بخره؟ من امتحان کردم جواب داد. سخته دیگه. بابا مبارکت باشه، ولی آجی خیلی دیگه یارو لاشی بود، خیلی بیرم. اصلا من حس میکنم این زبون کوچیکی از ته حلقه رو نمیشه دهنمو باز کنم، زشته. یه زبون کوچیکی هست اون ته گلومونه. من حس میکنم با یعقوبه این آسیب دیده حتما، اصلا نمیارزه. ولی خب دیگه هر که آیفون خواهد باید جور یعقوبم بکشه دیگه. جملات تحریک کننده هنگام نزدیکی. در حین رابطه از شوهر تعریف کن. مثلا عجب بدنی داری. بهش بگو تو چقدر حرفه‌ای هستی. آدم با تو سیر نمیشه. چقدر خوب بلدی. خوب میدونی چی کار کنی. گاهی نوازشش. حاج خانم نقاط پرهاشیه. حساس بدنش رو پیدا کن و منتظر حرکت همسرت نباش. اینجوری تشویق میشه کارهای جدیدتری یاد بگیره. حاج خانم سگ بشم اگه قصد جسارت و مسخره کردن شما رو داشته باشم، ولی به خدا شما الان باید بیای به ما چیزای مباحث دینی رو به ما یاد بدی. نمیدونم بیای برای ما احادیث رو تفسیر بکنی. آخر هفته ها پنجشنبه جمعه رو دست حالا یا روبا یا 14 صبح باشی بری جمع کران. نه بیای بگی تو تخت بگید آه چه خوبی، آه چه موتی. اصلا زشت امام. چی کار داری میکنی؟ نگاه کن. یعنی مردم مادر قهوه جهانم اندازه تو اینجوری چاسی نمیان موقع قهوه خوردن. بابا یه شات قهوه است دیگه، بکش بالا دیگه. این ادا اطفارات چیه؟ به فش ندادم ها. برزیل مادر قهوه جهان، مردمش هم میشن مردم مادر قهوه جهان. این مثلا اون یه ذره گفتارم بد بود. اله ترامپ بمیره زنشو لالش بگیره. 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 چه خوب میشی الهی، چه خوب میشی الهی. ترامپ بمیره زنشو لالش بگیره. حال میکنه اون بغلش. قربونت برم. اما میشه من یه خواهشی بکنم ازت؟ ناموسن ای به بعد دیگه شما پشت آمریکا و اسرائیل و بقیه کشورها رو بگیر. خب دیگه نمیخواد طرفداری ما رو بکنی. خب ایمان تو چی میزنی که اینجوری شدی؟ من فکر کنم این جا شیشه برق سفاز میزنه. نگاه کنی موهاشم خیلی برق گرفتتش اصلا. بچه‌ها داوود موهاشو کوتاه کرده، شما نظر بدین بهش میاد؟ خیلی من خیلی بهش میاد. شما بگید. نه دیگه داوود نی، خدا میدانه نابوده. اصلا این شده شکل دستیار پنجم آنخماها تو معبد آمون. خب عزیزم چقدر سوء استفاده ابزاری داری از این بدبخت میکنی. حالا من قول میدم ویدیو بعدی یه کبابم میاره میندازه وسط کلش، میگه دیگه این داوود نیست، این دیگه تاس کبابه. کرمان شهر قشنگه ولی که خیلی گرونیه. آره داداش، هم یه دست لباس ما گرفتن 4 تومن. هی داداش تو شهر خودمون فوقش اینا میشدن 1 تومن. آره به خدا. کرمان تا کرمانی اسیر داشتین شهر خوبی و وقتی شهرستانی آمدن خرابش کردن. والله محمد مورد نگاه. زمستون با شلوارک اومدن کافی معلوم بعد شهرستانی. داداش قلیون سفارش دادی؟ آره داداش سفارش دادم. قلیوناش خیلی گرون بودن. هی بعد شهرستانی بیا کار دارم. تو با من کار داری، خودت بیا اینجا. داد تو اومدی شهر ما لاتبازی هم در میارم، میخوام اینجا خاکت کنم. داداش ما اینجا نشستیم اصلا کاری با شما نداریم، چرا گیر دادی به ما؟ جفتون بلند شین بیاین بیرون کارتون دارم. مالو تو هم بیا. تو کافه نمیخواستم آبروت ببرن، چی لاتبازی در میاری بعد شهرستانی.
داداش درسته بچه شهرستانی ولی واسه خودمون عزتی پاش بیافته باخت نمیدیم. نگاه به تیپ و قیافمون ننداز، ما تو شهر خودمون برای خودمون اسم و رسمی داریم. همین داشتمون میبینی به خاطر دعوادیه 2 سال زندون بوده. اینی که میبینی سرمون پایینه به خاطر اشک مادرمونه. مشتی از لفظ اومدنت خوشم نیومد ولی از یه حرفت خوشم اومد. گفتی به احترام اشک مادر. از امشب رفیقا خودمونید. امشب هر چی سفارش دادین دعوت ما. ناموسن قبل اینکه ویدیوهای خودتان رو پخش کنید ویدیو رو میبینید. ببین اگه ویدیو رو میبینید و بازم تصمیمتان اینه که پخشش بکنید که خاک تو سرتون. و آخه چه فاضلابیه اینا. نگاه اینا بیا موهاشو نگاه کنه. این مار کبرایی چیه؟ ولما تو 14 سالگی فاطمه زهرا جانو، تو 18 سالگی آقا احمدو و توی 21 سالگی غلامرضا جانو به دنیا میاد. خواهشن یه ارگانی یه نهادی سازمانی چیزی جلویشون رو بگیری، یعنی ولش بکنیم این عزیزمونه تا 2 سال دیگه کریم و نمیدونم رحیم و نصرت و شهین و همه رو آورده. خب اینجوری خدا رو خوش نمیاد. این بند خدا داره یه تنه طرح جوانی و افزایش جمعیت کشور رو به دوش میکشه. از اونجایی که امروز عید سیده میخوام به همتون عیدی بدم. عدد 1 رو بفرست پایین. میخواد بریز بپاش کنم. تمام. خدا زده تر از مایی که نگاه میکنیم ویدیو تو اونایی هم که برای تو عدد 1 رو کامنت گذاشتن. آخه ببین من ریدم تو مغزتون که رفتید عدد 1 رو کامنت کردید براش. چه فکری کردید سیدل پول تریاکشو بیاره بده عیدی به شما؟ فالوورای داشمیر، عشقای داشمیر، ساعت 5 صبح داشمیرتون اومده ورزش. فقط میخوام یک کلمه بهتون بگم فالوورای عزیز، سعی کن برای خودتون زندگی کنی. سعی کن هر هنری داری هنرت به خواستش برسی. تو برای دیگران زندگی نمیکنی، فقط برای خودت داری زندگی میکنی. دیگران خرجت نمیدن ولی دیگران پشت سرت صحبت میکنن یا قضاوت میکنن، اصلا گوش نکن. تو راه خودت برو. هر هدفی داری هدفت انجام بده. راه خودت فقط برو. ساعت 5 صبح داشمیر آمده ورزش، جاتون خالی. خواهم الان هم دارم یک قهوه بزنم بر بدن، یک ورزشی هم بکنم و گفتم یک کلیپ هم بگیرم که پستش کنم که نگاه کنین. داشمیر شما رو دوست داره عشقای من. که رفتی ورزش درسته بعد با دمپایی ها، چون صدای شلق شلوغ دمپایی که این آدمم راه نمیری میندازیش رو زمین قشنگ تا شهریار داره میاد ما هممون داریم میشنویم. ورزش چی به خدایی؟ الان باباش اول صبح پسش زده گفته ترن پاشو برو 2 تا نون بربری بگیر بیار. این بخواد ورزش بکنه این 2 تا دندان جلویش هم میفته. اینجای منو؟ کجای من؟ بگو کجا؟ خب من اینجای خودمو ندیدم. الان راضی از من؟ باره بخوام. دکتر عشق میکنید هر روز چیزا رو ولی خب ببین البته به شانس هم هست. به خدا الان ما دکتر میشدیم جایی که اینا بیان مثلا روزی 7-8 تا ممک و موت و اینا ژل بزنیم همه مشتریامون میشدن سیبیلا سن بالا که همه آمده بودن ببلاشان ژل بزنن برای افزایش سایز. آخه کشتش خطش هم زد. الان این یعنی چی شد؟ کشتیش؟ تموم؟ نادرست این لگدی که زدی او خطه افتاد رو قلبه و اون نوشته پی بیشتر شد شبیه تابلو پارک مملوکه. سال پیش اومدم یه شوخی کوچیک با عموی دوستم بکنم، اینم شد نتیجهش. ببین حالا باید خدا تو شکر کن نتیجهش بالاخره خیر شده گرفتتت. تا تو باشی دیگه شوخی نکنی با عموی کسی. دوستان از خواهشن با عموی کسی شوخی نکنی چون شک نکنید اون عمو هم اینجوری شوخی میگیره اما واقعا حلالت باشه. ببین بند خدا یه شوخی کرد ولی تو کاملا جدی. انقدر گرمه و این گرما انقدر رو اعصاب منه که باید موقع تولدم یه جا می نوشتن لطفا در جای خنک نگهداری شود. انقدر که این گرما اعصاب منو میریزه به هم. گرمه نیاین و من نگید بریم بیرون. گرمه. آقا راست میگه واقعا گرمه. یعنی الان که من دارم ویدیو میگیرم این کولر این بغل خاموش کردم که صداش نیفته تو ویدیو شما اذیت نشین.
واقعا گرمه. یعنی به هیچ هدفی من از گذاشتن ایشون داخل ویدیوم نداشتم جز این که بگه گرم، منم بگم گرمه. خیلی گرمه. خواهی محرم پلنگ و داف بشی فقط باید بری پیش مهسا باف موهاتو باف بزنی. محرم عروسی عمت که نیست، نادرسی چیه آخه آقا؟ ناموسن هر کی اینو میشناسه و میتونه اینو برداره ببره، محرم سال بعد اینو ببری توی تعزیه چیزی، یا این نقش خواهرشم رو بهش بدید آجی، بذارید خواهرشم رو بدید. همسایه بغلیتون هستیم. خوبی شما؟ سلامت باشید. ما دیوارا رو می‌خواستیم بکنیم. بغلی هستیم. واسه می‌خواستیم برای گفتم یه اجازه ازتون بگیر. اگه سر صدا اذیتتون نمی‌کنه. خوبی؟ شما ساینا خانومی؟ کی چرا اینجا؟ نه. صفتون چه روزیه؟ من خانم خیلی دوستتون دارم. خیلی زیاد. این گل زیبا مناسب تولدتون تقدیم به شما. یک پیغام خوشگل دیگه هم براتون. دوست داشتید؟ خواستم حاجی واقعا من خیلی برام عجیب بود. من منتظر بودم ولی نوید محمدزاده پلا بیاد پایین بگه صبحیه نرو نادرس تو اگه بریم مامان تریاک چیز مامان کسی نیست بهش غذا بده و اینا. اصلا لوکیشن قشنگ لوکیشن فیلم ابد و یک روزه. سارینا جان که آمد پایین من خیلی سورپرایز شدم. هستم من منتظر نوید جان بودم، نوید محمدزاده بیاد پایین. بعد یه چیزیش برام خیلی عجیب بود، چند تا نکته دارم. سارینا جان از بالا پلا از تو اتاق یا هر جایی بود اومد پایین و بند موسیقی سورپرایز کننده رو دید و سورپرایز شد. درسته؟ بعد سارینا خواننده گروه سورپرایز هم از بالا آمد پایین. چجوری؟ یعنی خواننده سارینا رو داشت یا چجوری یه نادرسی این وسط هست؟ 31 سال. سینه‌هاتون کوچیک شده؟ ولم شده اومده پایین؟ نه همینجوری کوچیکه. ببینم سینه‌هاتون رو. خب تصمیم قطعی برو تو دکتر، برو تو. پروتز بگذارید. دکتر جان میگم اگه انقدر دیگه کوچیک شده که شما اینجوری با صورت رفتی تو چیز مریض عزیزمون، به نظرم همین الان ردش کن، بگو به منشی مریض بعدی رو بفرسته داخل، چون این بخوای عملش هم بکنی عملش هم اذیتت میکنه، چون مجبور میشی با میکروسکوپ بری تو ممکای طرف واسه عمل. داره خیلی سخت میشه برات. ولی چه شغلی دارید، چه همه چی میبینید خاک تو سرتون. دیوونه شدین دیگه، اما دیوانه شدین به خودم. اصلا چرخ دهم جدنشون باید فشار زندگی پارمون کرده آجی. اصلا بیم ببر اجاره خدا تو من روغن خدا تو. این هم اینجوری باید کسخل بشه. خیلی دوست دارم بدانم الان تو مغزت آهنگ کدام خواننده بخت برگشته ای داره پلی میشه که تو اینجوری داری میرقصی. ولی اینا همش به خاطر گرانی، همش به خاطر فشار روغن خدا تو منی و این چیزاست. ما هم 2 ماه دیگه همینیم. ولی خب من یه فرقی که دارم، قطعا اینجوری نمیشه. من چون فارسی نمیرقصم، من میام بدون آهنگ کردی میرقصم. ولی خب کسخل بودنش شک نکن که هممون میشیم. اما درود خداوند و شما ممنون از حمایتی که در پست قبلی ازم انجام دادی. ممنونم. امروز اسرائیل حملاتی به سور لبنان انجام داده و آیا نقص آتش بس است و آیا از آن بعد حزب الله در پاسخ میخواهد بدهد؟ آیا جمهوری اسلامی امشب یا همین روزا حمله به اسرائیل انجام خواهد داد در حمایت از لبنان و حزب الله لبنان؟ آیا جنگی دوباره صورت خواهد گرفت بین اسرائیل و جمهوری اسلامی آمریکا؟ شاید وارد میدان نشود تا انتخابات میاندوله‌ای و با همین معاصله اقتصادی انجام میده. از این منم ایران تنگه هرمز رو بس با کشتی‌ها با اجازه ایران و میگویند تنگه هرمز مال ایران و عمان است. آیا این جنگ تا کی میخوان؟ آیا به یک آتش بس انجام میشود؟ آیا ببینیم چه میشود؟ شما چه میگویید؟ واسه برنامه با اینکه خیلی متوجه، یعنی خیلی که کلا متوجه حرفاش نشدم، ولی به نظرم بازم از مسعود بهتر. بله از آقای پزشکیان خیلی تسلطش بیشتر بود. ببین من اینو فقط متوجه نمیشم، ولی داش مسعود تو رو من اصلا نمیفهممت، هیچی تو نمیفهمم، نه حرفاتو نه کاراتو نه عملتو. البته عملی هم که ماشاءالله انجام نمیدی، فقط میای و میری.
چی؟ اسمش چیه؟ سمت تو که حاجی سمت مگه اسم پسر نی؟ پس چرا سمت اینا چیز داره؟ از اینایی که ما نداریم و نمیشه این داره. بعد ما تا دیروز استرس اینو داشتیم که گوشت خر نباشه این کبابی که میخوریم. از امروز به بعد بخوایم کباب بخوریم باید استرس اینو بکشیم که آقا گوشت مال سمت نباشه. خود سمت نادرست مگه یه این چیزه تو چقدر گوشت داره که باش کبابی زدی؟ حالا دلت میخواد که چقدر تایم بشه؟ یعنی همسرت چقدر گفته بهت تایم بشه؟ گفته استاندارد بشه، هرچی تنگ‌تر بشه. خانم دکتر به نظرم آخر کار خب یه دونه از این مارکای استاندارد هست که بغل یخچال ساره بزن کنار چیزش که عملش میکنی اینا نمیشه بیارم، زیرش هم بنویس با ضمانت سام سرویس. آره اینجوری دیگه تا خیال شوهرش هم از استاندارد بودن کار راحت بشه. شیرین زن من شیرین سن